اشعیا پیغمبر در زمان بعد از پادشاهی سلیمان، اشعیا نام مرد زندگی می کرد. روز خداوند چنانه که موسی را جیغ زده بود، اشعیا را نیز جیغ زد. اشعیا آواز خدا را شنید. خدا به اشعیا گفت که خلق خدا را آگاه کند، چون که آنها به گفته های خدا اطاعت نکرده گناهی بسیار می کردند. حتی کاهنان که باید راهبران پاک باشند بسیار گناه صادر می کردند. آدمان قربانی کنند هم، ولیکن بعد گناه های زیادتر را صادر می کردند. آنها با این کارهایشان قربانی کردن را که خدا فرموده بود بی قدر می نمودند. رفتار آدمان غضب خدا را آورد. خدا با واسطه اشعیا خلقش را سخت آگاه کرد که گناه کردن را بس کرده توبه کنند. اشعیا مردی بود که به خدا باور و اطاعت می کرد. وقتی که خدا اشعیا را جیغ زد، او تیار بود که به خدا خدمت کند و گفته های او را به آدمان رساند. لیکن خلق خداوند گفته های او را گوش نکرد. آنها مثل ما بیگناه زندگی کردن نمی توانستند. هر یک آدم مثل آدم و حوا به وسوسه شیطان افتیده گناه می کنند. خدا این را نغز می داند. ما نغز در خاطر داریم که بعد از گناه کردن آدم و حوا، خدا وعده داده بود که نسل زن را می فرستد. نسل زن سر مار را پچخ کرده مناسبت پاک بین خدا و آدمان را برقرار می کند. یعنی نسل زن نجات دهنده تمام آدمان روی زمین می شود. این وعده خداوند خیلی بزرگ و عالی جناب بود. اشعیا پیغمبر درباره نسل زن یعنی نجات دهنده چنین پیشگویی کرده است: باکیره حامله دار شده پسر تولد می کند. روح خداوند با او می شود. با واسطه او چشمان کوران گشاده، گوشهای کران شنوا می شوند. شلها راه می گردند و گونگها به گپ می درآیند. آدمان او را مسخره می کنند و رد می کنند. خداوند تمام گناه های آدمان را چون به بره قربانی به گردن او می ماند. او نیز مثل بره بی عیب بی گناه می شود و با عذاب بسیار جان خود را برای گناه های ما می دهد تا که مردم را سفید کند. خدا با واسطه اشعیا نه فقط به خلق خودش، اینچنین به خلقهای دیگر نیز گپ زده است، چون که خدا راهبر تمام آدمان روی زمین می باشد. گرچنده که اشعیا پیغمبر نتیجه پیشگویی هایش را ندیده باشد هم،
با ایمانی سخت به خدا اطاعت می کرد. او همیشه گفته های خداوند را به آدمان می رساند. پیشگویی های اشعیا نه فقط به آدمان همان دور و زمان تعلق داشتند، آنها به همه آدمان هر یک زمان دخل دارند.